اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD زمانی رخ میده که خاطره‌ای از رویدادهای آسیب‌زای گذشته مثل جنگ یا تجاوز جنسی باعث ناراحتی‌های ذهنی و جسمی مکرر بشه. هم‌اکنون DSM-5 PTSD رو به عنوان یک اختلال مرتبط با تروما و استرس‌زا طبقه بندی میکنه که زمانی اتفاق میفته که علائم یک پاسخ استرس‌زا برای بیش از 1 ماه ادامه پیدا بکنه. علائم اصلی روانشناختی‌اند. ممکنه آسیب‌ها از طریق کابوس‌های شبانه و افکار مزاحم تجربه بشه که باعث تغییر رفتار میشه. برخی ممکنه از محیط‌ها و موقعیت‌هایی که آسیبشون رو یادآور میشه دوری کنن. هوشیاری بیش از حد، یعنی حالت بیش از حد مراقبتی داشتن یا بیش از حد برانگیخته شدن نسبت به کوچکترین محرک‌ها مبالغه آمیز و مبهوت کننده است. تعجب آور نیست که همه این افکار و رفتارها میتونه باعث مشکلات خواب و تحریک پذیری بشه که خشم رو به همراه داره. جالب این الگو برای بچه‌های خردسالی که کمتر احتمال داره پریشونی نشون بدن فرق میکنه، اما در عوض ممکنه از بازی برای بیان خاطرات استفاده بکنن و صحنه‌هایی که آزار میده رو به نمایش بذارن. اینکه آیا برخی در پاسخ به آسیب دچار PTSD میشن یا خیر توسط عوامل مختلف تعیین میشه. مثلا واضح آسیب‌های بین فردی مثل تجاوز یا دزدی خشونت‌آمیز بیشتر از حوادث یا بلایای طبیعی منجر به PTSD میشه. علاوه بر این، افرادی که در دوران کودکی دچار ترومای شدید میشن در پاسخ به سایر آسیب‌های زندگی بزرگسالی بیشتر به PTSD مبتلا میشن. اگر کسی بتونه استراتژی والایش رو برای تروما ایجاد کنه، مثل داشتن یک شبکه حمایتی اجتماعی، میتونه به آسیب‌های آینده هم کمک بکنه. سرنخ‌هایی در مورد عوامل بیولوژیکی مرتبط با بروز PTSD وجود داره. برای مثال افراد مبتلا به اختلالات عملکرد هیپوتالاموس، هیپوفیز، مدار آدرنال، نقص در سیستم برانگیختگی و تنظیم خواب و همینطور مشکلات مربوط به مواد عفیانی درونزاد که به کنترل درد کمک میکنن خطر ابتلا به PTSD رو افزایش میدن. PTSD همچنین با داشتن سابقه خانوادگی اختلالات خلقی و اضطرابی مرتبطه. مکانیسم دقیقی که این روابط رو با هم پیوند میده هنوز مشخص نشده. درمان PTSD میتونه به نوعی پیچیده باشه، چون افراد مبتلا به این اختلال تمایلی به درگیر شدن با تروما توی افکار یا گفتگوهاشون ندارن که میتونه درمان رو واقعا سخت کنه. تحقیقات نشون داده که مواجهه درمانی که افراد رو به آرامی در معرض موقعیت‌هایی قرار بده که یادآور تروما هستن میتونه خیلی مؤثر باشه. گروه درمانی همچنین یک انتخاب محبوب برای افراد PTSD، چون مکان امنی رو برای بازماندگان فراهم میکنه تا تروماهاشون رو توی محیط حمایتی زنده کنند. داروهای ضد افسردگی به ویژه مهار کننده بازجذب سروتونین یا SSRI میتونه به کاهش علائم افسردگی کمک بکنه و کابوس و فلش بک ها رو کم بکنه. داروهای ضد اضطراب میتونه به کاهش برانگیختگی فیزیولوژیکی که توی افراد مبتلا به PTSD دیده میشه کمک میکنه. داروهای کمکی خواب هم میتونه مفید باشه، چون کمبود خواب یک مشکل جدی توی PTSD. علاوه بر این، برخی از افراد مبتلا به PTSD با الکل و سایر مواد خوددرمانی میکنن که در واقع میتونه علائم و سلامت کلی اونها رو بدتر بکنه. بنابراین ملاحظات درمانی و دارویی برای کاهش علائم و مدیریت سوء مصرف مواد لازم و ضروریه. بنابراین به عنوان خلاصه، PTSD معمولاً بعد از یک ترومای خشونت‌آمیز بین فردی رخ میده و شامل افکار تکرار شونده است که بیشتر از 1 ماه ادامه پیدا میکنند و میتونیم PTSD رو با راهبردهای مقابله‌ای و داروها مدیریت کنیم.